دوستان عزیز این یه دونه تخم هست، تخم مرغ میذاریمش زیر مرغ در روستاها، در اکثر روستا میذارم زیر مرغ. بعد از 21 روز این تخم مرغ تبدیل میشه به یک جوجه. یک جوجه ای که مانند حساب کن کم کم پرورش میابه میشه به یک مرغ میشه یا تخم گذار. لحظه ای که تخم گذاشت هست این تخم مرغ محلی است که ویتامین خاص خوبی دارد. این تخم مرغ هست بعد از 21 روز تبدیل شد به جوجه هم تبدیل میشه به مرغ. اینا الان هر سه تاشون جوجه هستن که تبدیل میشن برای 6 ماه 1 سال تبدیل میشن به مادری که همکنون از جوجه هاش داره همراهی باشون میکنه، همیاری میکنه، نمیذاره کسی بهشون حمله کنه، نمیذاره هیچ حیوانی حمله کنه، نمیذاره هیچ حیوانی بهشون آسیب برسونه. آب میخواه تو غذایی که حساب کن باب میل خودش باشد، غذایی که حساب کن پرورش یافته بشن، مانند ذرت، مانند حساب کن گندم، جو. اینا بخورن کافی براشون کافیه.